سلام دوستای عزیز، امید است که جور و صحتمند و سر حال بوده باشین. این قسمی که به تصویر میبینین ما امروز به خاطر تشکر در کاریز خورد آمدیم. این دوستای عزیز منظره های زیبایی از کاریز خورد. توصیه ما هم به شما است که یک بار از این جای طبیعی و زیبا یک بار دیدن کنین. مقصد پشیمان نمیشین. این استاد نظر خودت چی است؟ نام خدا بسیار عالی. طبیعت آزاد، گوهربار، برای کاریز خورد. بسیار یک فضای پاک. گوارا که چطلیل نبینی. اصل لذت زندگی طرقه که لذت زندگی آدم فهمیده شده که زندگی چی است. زندگی شهر و زندگی قشلاق. با امید یک افغانستانی آزاد، آباد، مستقل، متحد. بخیر انشالله. میشه افغانستان هم بخیر آزاد میشه و بخیر انشالله همه دوستایی که از دیگه ولایات است، از دیگه جای است، بیای حتما یک بار از نزدیک دیدن کنیم. بخیر. نام خدا. این دره زیبا رو سعی کنید، دره رو سعی کنید که کانال باشین عزیزان. این کانال رو سعی کنید. چی قرآنی او پوشه چی جای بودی فکس خدا پایتی دیگه. قرآن او پوشه چی جای بودی یک بار کسا یک پاکاری شو داخل ازی بیاره بگی اسمتullah. اگر در صورتی که توجه جدی صورت بگیره سمس یک حوض یا بازی درست حسابی است. نام خدا. ادامه دوستان تا شات بعدی.